فروخی نعمت فروخ با خدا اکمالا بدم زن در کمی کارا خواسته بگذار گپی تو باشد آقای شما شینین لباساتون رو کشین تیار شین من خودم رو تیار کردم بیام خب جانودی جانودی با پنجه خود موی سرت شانه نما نی تکیه بخیش و نی ببیگانه نما از خانه کسی طمع نکن نانی بتون بر نیمه نانی خیش شکرانه نما. دوستانی عزیز این بود یک فیلم کوتاهی که پیشنهاد شما ساختیم و قسمتی خاتموی فیلم است. تماشا سازید فکر و عقیده خود را در کامنتاریا حتما نویسید. تماشای خوب نصیبتان باد. آخه بدردین او وقتی که شما می اومده من شما را نمیشناختم حالا باشد میشناسم چه خیلی که قدر شما بلندیده همین خیلی دسترخوانم بلندیده میپرتون ای رحمت باور کرد گیرین یکم شیرینی گیرین برادرانی که 400-500 شکلات میخورید؟ ای دستش نمیخورم باور کن به حد بامازه بدردین نبای اینقدر زحمتو میکشین راست است برای من است البته که راسته همه شروع خاطری تو فهمیدی؟ باز یک خبر دیگر داریم برادران مهاجر نفرانی که در نزد مترو ولادیکنو سیگنال پریس 18 قرار دارید و میخواهید که تمام مال و محصولاتتان را به تاجیکستان انتقال دهید به یگان کمبودی و شکست و شما رقم هایی که در زیر گذاشته شده هستند همه روزه خدمت میکنند. اینچنین برادرانی که 400-500 کیلومتر از مسکو و پدمسکو دور هستید حجم بارتون یک تن رو تشکیل میده خودی برادر رفته دسترس کرده آورده به جای درکاری میرسونند. مال و محصولات شما به هر گوشه کنار تاجیکستان از اون جمله شهر دوشنبه، شهر قرغن، شهر کلاب، وحدت، مومن‌آباد، ناحیه واسه انتقال داده میشد. بشتابید تا دیر نسازید. گوش کن من این چای این مایده چایده این چیزو در کار نیست ایو را در بری نمیخیرم فهمیدی؟ من در تو لازمی فقط تمام گوش کن میدونی چی جون من این چیزو در سخون در کار نیست فهمیدی؟ من فقط در کاری فهمیدی سی گپا؟ فهمو بدردین آقای شما شینین لباساتون رو کشین تیار شین من خودم رو تیار کردم بیام خب؟ جانودی جانودی تیسر که ها خب لای 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 ای با میگن نمیشه میشه بخویم قمیشه که باور که ای بیا جانی مایو خی اینا دیدی تیار شدم فروخ با خدا اکمالا بدم زن در کمی کارا خواسته اکا جون دوستم فروخ
زنت کتی چند مرد دیگه میگرده با خدا نشانت میتونم که اکا خودش مجبور کرد که من بیام با خدا ما قدر اکا آدمی پست به عقل نیستم اکا خودش با خدا مجبور کرد اکا باورم که مادردین تو یگون چیز رو با من نفهم تو راست میگویی دیدی اکا من راست میگویم لیکن من از حالت اصلی حادثه بخبرم چی خیل اکا؟ همه خیل نه مردک به خاطر 1000 سومان نه خیر او دوست شما با من چشم علو کرد چی؟ دوستی من با تو چشم علو کرد؟ تو مرده بودی همه روز گپ زنی؟ ها؟ چرا در من نگفتی که دوستی من با تو چشم علو کرد؟ وزی نگاه کن میرم میدونم که چی کارش کنم نه مردک با من گوش کنین شما با من باوری دارین؟ من 100% در تو باوری دارم تمام با من اجازت ده من او دوستی شما را اثبات میکنم که چه خیلی کورنامک بودنش را تو اثبات میکنی که دوستی من کورنامک است؟ بله با من اجازت دهین با من که باور داشته باشین من همش را مرایم میکنم ببینین که چه خیلی دوستای با شما بگذار گپی تو باشد خطاگیری نکنی آبرویم رو نریزی شرمنده هم نکنی هیچگاه نمیبخشمد فهمیدی؟ هیچگاه نمیبخشمد نزدنی من جهلم رو فرو بردنی من به خاطر اون است که پگفرد و پدر و مادری من همسری من سرشون در نزد سود خم نشود لیکن میدونم با تو چی کنم فهمیدی؟ یادت هست این تسبیح رو بله اکا چی گفته بودیم؟ زمانی که این تسبیح کنده می شود دوستی من و تو نیست چیکار می شود؟ کنده می شود سلام دوستانی عزیز اگر ما رو قدر کنید احترام کنید دوست دارید من هم شما رو قدر میکنم احترام میکنم دوست میدارم وقتی آمده که اثبات کنید که ما همدیگر رو قدر میکنیم یا نه از این خاطر من با شما توصیه میکنم که همه اکای امید رو برای گذشتن از گرانیسا دستگیری نمایید زیرا همه اکا سبب میشه که کاری ما نیست پیش میرود از این خاطر از شما خواهش میکنم همچون برادروار اقلا همه اکا بنویسید و مسئله از سرحد گذشتنی خود رو حل کنید من امیدوارم که شما ما رو دستگیری میکنید ما امکانیت پیدا میکنیم که برای شما بهترین فیلم های کوتاه و فیلم دیوتی رو زودتر پیشنهادتان کنیم گوش کن در بالای دستارخوان من از من نترسیدی از نان آبی که در این دستارخوان آراسته شده است نترسیدی میدونی نمکدان انسان رو کور میکند دفشه و نامردی پست 1 دقیقه چه خیلی که شما فکر میکنین من از اون زنها نیستم همه زنها بیروها نیستن فهمیدی من به خاطر پول مال هیچ وقت ناموسم رو از دست نمیدیم گم شو تز اینجا تز گم شو خیانت کن
سپاس زیاد. هزار رحمت که در زندگی چشم من را باز کردی. من امروز فهمیدم که کی دوست است برای من و کی دشمن. هزار رحمت برایت. منت دارم. فرخ، یک دقیقه شما فراموش نکنید من هیچ وقت خانه حلالم را حرام نمی کنم. فهمیدین؟ مرا ببخشین. اکنون به من باور کردین؟ مگر بر تو باور نمی کردم. فهمیدی؟ اجازت نمی دادم که کار تو به این درجه آمده است. به تو رحمت.